نواف شکرالله داور بحرینی این مسابقه همراه با آقای یاسر تلفات و ابراهیم سال کار قضاوت این بازی رو به عهده داره. از دستشون استفاده میکنن بازیکن هر دو تیم. کوجاچیال رو دیدید و در نهایت توپی که در اختیار متیو رایان قرار میگیره، دروازه‌بان جوان تیم استرالیا که بازی رو شروع میکنه. ضربه کرنر رو از سمت راست به روی دروازه میفرستن، یک ضربه سر خطرناک که از کنار دروازه به بیرون رفت. جیمز ترویسی مدتی در تیم نیوکاسل انگلیس بازی میکرد، موفق نبود. الان در تیم زولت وارگن بلژیک عضویت داره. او هم یه گل در این بازی ها زده. فرصت در بازیکن استرالیا، یه شوت زمینی آروم که کیم جین هیون مشکلی باش نداره. ضربه تامی جوریچ رو راحت میگیره. یک بار دیگه موقعیت در بازیکن استرالیا. آفسایدی هم در کار نیست. ببینیم چیکار میکنن با این توپ در محوطه جریمه. یک ضربه در زاویه بسته و توپی که به بیرون فرستاده میشه. حالا داور میگذاره بازی دنبال بشه. کیم جین سو پرتاب میکنه توی رفت و برگشت. خود کیم جین سو پاس رو به عقب. کی سون گیونگ در منطقه جریمه، فرصت برای بازیکن کره و توی دروازه. گل برای تیم کره جنوبی. حرکت عالی و ضربه لی جونگ هیوپ که گل تیم کره جنوبی رو به ثمر میرسونه. با هم ببینیم این پاس تعیین کننده بود. سه مدافع کاملا محو شدن و یک پاس به جلوی قشنگ منجر به گل شد. کی سونگ یونگ کاپیتان پاس داد، لی کیون هو پاس گل داد و لی جونگ هیوپ با یه نوک پا با تکل توپ رو به گوشه دروازه فرستاد. حرکت از کنارهای زمین به وسیله لونگو، پاس به بیرون، موقعیت برای بازیکن استرالیا. این ضربه که از کنار دروازه به بیرون میره. چه فرصتی رو از دست دادن. سون هونگ مین یاران استرالیا سمت چپ حرکت میکنه. حالا موقعیت برای زدن شوت. یه کار قشنگ، موقعیت، این پاس به جلو و توپی که از دست میده جوریچ. داره فرصت ایجاد میکنه برای یاران کره. همینجور پا به توپ جلو اومد، پاسش رو هم با دقت فرستاد. حالا موقعیت برای بازیکن کره جنوبی، ارسال بلند توپ این طرف برای لی کیون هو. یه ضربه آروم که راحت در اختیار متیو رایان قرار میگیره. یک بار دیگه از سمت راست به دروازه کره ها نزدیک میشن. لکی ضربه و دستان کیم جین هیون. پشت محوطه جریمه بازیکن استرالیا صاحب توپ هستن. هر دو بازی امروز تا به اینجا یه گل داشته. اون طرف کویت یه گل خورده از تیم عمان و این طرف هم استرالیا یه گل خورده از کره جنوبی. یه فرصت دیگه برای بازیکن استرالیا در محوطه جریمه و واکنش استثنایی کیم جین هیون دروازه رو نجات داد. توپ رو میبرن به سمت راست زمین. اونجا فرانیچ دوباره یک حمله خطرناک دیگه از بازیکن استرالیا و کیم جین هیون میتونن از کنار زمین ارسال رو به روی دروازه انجام بدن. ترجیح میدن که زمینی کار بکنن. یک کار عالی، فرصت برای یاران استرالیا و بازم واکنش عالی از کیم جین هیون. میبره وسط، میتونه پاس هم بده. نه، خطایی در کار نیست. بازی ادامه پیدا میکنه. حالا ضد حمله برای تیم کره جنوبی، میتونن تک به تک بشن. موقعیت عالی برای یاران کره جنوبی. سون و این طرف هم رایان خودی نشون میده.